به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا شروع میکنیم. نام این کتاب در آغوش نور هستش، نوشته بتی جین آیدی، چاپ 19 و برگردانش فریده مهدوی دامغانی انجام داده. نشر تیر در سال 1381 در تهران این کتاب رو چاپ کرد. امیدوارم که از متن و روایت این کتاب خوشتون بیاد و برای خودتون تهیه کنید و بخونید. پرفروش‌ترین کتاب سال در روزنامه نیویورک تایمز معرفی شده این کتاب. میریم که با همدیگه کتاب رو شروع کنیم. ابتدا نوشته پشت جلد کتاب رو برای شما میخونم و سپس میریم برای کشف کتاب جدید. تجربه بتی آیدی مدرکی شگفت‌انگیز و انکارناپذیر درباره حیاتی پس از مرگ فیزیکی است. او شاید بیش از تمام انسان‌هایی که پیش از او از این تجربه گذشتند چیزهای عجیب و آسمانی دید و با یاد و خاطره‌ای دلپذیر و شورانگیز از عالم مرگ به عالم زندگان مراجعت نمود. پیامی به او داده شد تا با صدها هزار انسان دیگر سهیم شود، کسانی که در آرزو و امید به سر میبرند و همواره در میل به نیکی و دوست داشتن هم نوعان خود به سر میبرند. در آغوش نور از حقایقی سخن میگوید که این زن درباره آنها آموخت و از واقعیت‌های باشکوه و خارق‌العاده‌ای سخن میگوید که در عالم روحانی وجود دارد. زندگی بتی آیدی برای همیشه دستخوش تغییرات ژرف شد. تجربه او آنچنان قدرتمند و بی همتا بود که در هر لحظه ای از زندگیش با اوست و همواره او را تشویق به مرور آن خاطرات دلانگیز در عالم ارواح می کند. با تعریف داستان زندگیش او امیدوار است بتواند قلب هزاران هزار انسان را در سراسر عالم هستی به ارتعاش درآورد و کاری کند که به عشق الهی و با شکوهی که به انتظار همه ما انسان هاست نزدیکتر شوند. بتی آیدی در سن 31 سالگی پس از یک عمل جراحی در اتاق بیمارستانی به درود حیات میگوید وقایعی که بعد از مرگ فیزیکی او رخ داد به عنوان جالبترین و با شکوهترین تجربه شبیه مرگ معرفی شده است. 20 میلیون نسخه از این کتاب در سراسر عالم به فروش رفته است. دکتر ملوین مرس، نویسنده نزدیکتر به نور، می نویسد این کتاب قادر است تمام زندگی شما را دستخوش تغییرات ژرف کند. اما نوشته مترجم. تقدیم به تمام عزیزانی که از لطف و رحمت خداوند هرگز ناامید نشدند و محتاج به دعایند، و تقدیم به تمام عزیزانی که در راه رسیدن به نور به آغوش حق تعالی شتافتند. مترجم. ای مؤمنان، خداوند را بسیار یاد کنید و او را در بامداد و با شامگاه نیایش کنید. او کسی است که خود و فرشتگانش به شما درود می‌فرستند تا سرانجام شما را از تاریکی‌ها به سوی روشنایی برآورند و او در حق مؤمنان مهربان است. درود خاص آنان در روزی که به لقای او نایل شوند سلام است و او برای ایشان پاداشی ارجمند آماده ساخته است. ای پیامبر، ما تو را گواه و مژده‌رسان و هشدار دهنده فرستاده ایم و مؤمنان را بشارت ده که برای آنان از جانب خداوند بخشش و بخشایش بزرگی در پیش است. سوره مبارکه احزاب آیات 41 تا 47. اما پیشگفتار. پس از مطالعه کتاب در آغوش نور اطلاعات بیشتری درباره تجربیاتی به دست آوردم که امروزه به آنها به نام تجربیات شبه مرگ دادند. مطالبی که در کتاب حاضر موجود است به مراتب دقیق‌تر و واضح و کاملتر از بسیاری از همین نوع کتاب هاست. من شخصا نزدیک به 10 سال است که
تجربیاتی را در این زمینه مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار دادم و از صدها کودک و بزرگسال که پس از مرگ کلینیکی دوباره به حیات بازگشتند مصاحبه کردم. در آغوش نور صرفاً داستان تجربه جالب و فراموش نشدنی خانمی به نام بتی آیدین نیست که در بیمارستانی و پس از عمل جراحی بدرود حیات میگوید و دوباره از نو زنده می شود. در واقع این کتاب داستان سفری جالب به اعماق معنا و مفهوم واقعی حیات و هستی در عالم هستی پروردگار است. به یاد گفته‌های پسرک خردسالی می‌افتم که پس از به هوش آمدن از یک ایست قلبی بسیار مهلک رو به والدینش کرد و گفت: راز خیلی زیبایی دارم که باید برایتان تعریف کنم. من در حال بالا رفتن از پلکانی بودم که به بهشت ختم می‌شد و این پسرک خردسال‌تر از آن بود که بتواند معنای واقعی و دقیق اظهاراتش را به والدینش تفهیم کند. این کتاب هم حامل همان راز سر به مهر و خارق‌العاده می باشد. این راز مربوط به حیات پس از مرگ نیست، بلکه سر جالبی درباره خود زندگی. تجربه شبه مرگ در حقیقت همان تجربه مردن است. ما همه به هر حال در هنگام مردن این تجربه را به عین آزمایش خواهیم کرد. مهم نیست ثروتمند باشیم یا مستمن، قاتل باشیم یا متدین. من در قدیم بر این عقیده بودم که هنگام مردن ما صرفاً وارد نوعی ظلمت می‌شویم و به حیات ما پایان می‌دهیم. اما در طول سالها کار و خدمت به جامعه و رسیدگی به وضعیت جسمانی هزاران انسان، عام از کوچک و بزرگ، به عنوان یک پزشک متخصص در انواع امراض خطرناک و پیشرفته، کودکان و بزرگسالان بیشماری را مشاهده کردم که از دنیا رفتند بدون آنکه هرگز دلیلی برای تغییر دادن اعتقاداتم داشته باشم. فقط پس از رسیدگی به صدها پرونده تجربیات شبه مرگ بود که متوجه شدم مراحل از دنیا رفتن اغلب از حالتی شاد و روحانی برخوردار است. پس از مصاحبه از افراد بیشماری که از دنیای ارواح دوباره به میان زندگی بازگشته‌اند پی بردم که هیچ گونه تاریکی و ظلمت ترسناکی در پایان عمرمان انتظارمان را نمی کشد. در واقع نوری سراسر آکنده از لطف و رحمت و عشق در انتظار استقبال از ما. نوری که بنا به گفته‌های بی‌آلایش کودکی که دوباره زنده شده بود، خیلی چیزهای زیبا و خوب در داخل آن نور وجود داشت. تجربیات شبه مرگ برخلاف تصورات غلط مردم به دلیل فقدان اکسیژن در مغز به وجود نمی آید. حتی به وسیله استعمال داروهای شیمیایی یا مواد مخدر و یا هر گونه فشارهای روانی ناشی از ترس مردن پدید نمی آید. تقریباً نزدیک به 20 سال است که در این زمینه تحقیقاتی گسترده و شدید پیش برده شده است و سرانجام تمام دانشمندان و محققان به این نتیجه رسیدند که این تجربیات هیچ چیز مگر مرحله طبیعی و معمولی به شمار نمی رود. من حتی در قسمتی از مغز انسان نقطه‌ای یافتم که به انسان اجازه می دهد چون این تجربیاتی را به سهولت تحمل کند. این به آن معناست که تجربیات شبه مرگ کاملا واقعی و حقیقی هستند و به هیچ عنوان زایده تخیلات شخص تجربه دیده نیستند. این وضعیت نوعی قابلیت معمولی در وجود هر انسان است و مانند هر توانایی واقعی و در دسترس انسان هاست. در واقع باید بگویم مانند علم ریاضیات یا صحبت کردن به زبانهای دیگر واقعی و حقیقی است. من نزدیک به 8 سال پیش گزارش مستند و دقیقی در مجله مؤسسه پزشکی اطفال منتشر کردم. این گزارش حاصل زحمات بیوقفه گروهی محقق در دانشگاه واشنگتن و بیمارستان واقع در سیاتل بخش اطفال است که زیر نظر من به کار خود مشغول شدند. هرچند این گزارش بارها و بارها در سراسر عالم به چاپ‌های مکرر رسیده است، از جمله از سوی دانشگاه فلوریدا و بیمارستان کودکان شهر بوستون،
و دانشگاه اوتررخت در کشور هلند، لکن اکثر مردم عامی هنوز هم اطلاعات دقیقی از این تجربیات ندارند. متاسفانه جامعه پیشرفته ما هنوز هم نتوانسته است پیشرفت‌های علمی ما را در زمینه مراحل مردن و بازگشتگان از دنیای ارواح درک کند. ما به شدت نیازمند آموزش دیدن دوباره در این زمینه می باشیم. ما باید این واقعیت را بپذیریم که نه تنها ماشین‌های بیولوژیکی بلکه موجوداتی روحانی نیز هستیم. بسیاری از مشکلات جامعه ما از جمله بحران‌هایی که درباره رسیدگی‌های پزشکی و مسائل مربوط به سلامت و بهداشت پدید آمده است و بالاخره مردن در کمال وقار و متانت با رشد و افزایش حس طمع و حرص در انسان‌ها که موجب نابودی اقتصاد جهانی شده است و بالاخره خجلت و سرافکندگی ملی هر کشور برای انسان‌های بیخانمانی که در خود جای داده است، همه از فقدان درک و التفات ما در برابر این واقعیت که ما همه موجوداتی روحانی هستیم و متقابلاً و طبیعتاً و الزاماً به یکدیگر وابسته می باشیم ناشی شده است. در آغوش نور به ما می آموزد که حیات و زندگانی فردی ما بسیار حائز اهمیت و سرشار از مفهوم و معناست. من هر بار که با شخصی که از دنیا رفته است و دوباره باز می گردد به گفتگو و مصاحبه می نشینم، از شنیدن یک نکته بسیار شگفت‌زده می شوم. و آن این است که هر بار انسانی که قدم به داخل نور الهی می گذارد و دوباره بنا به دلایلی به کره خاکی مراجعت می نماید، فقط با یک پیام ساده و بسیار دلنشین باز می گردد و آن این است که هیچ چیز برتر و بالاتر از عشق نیست. عشق باید بر هر چیز حاکم باشد. این خود ما هستیم که محیط اطرافمان را با افکار و اندیشه هایمان خلق می کنیم و فضایی دلپذیر یا برعکس غم‌انگیز پدید می آوریم. ما به زمین آمده ایم تا زندگی کامل و خوبی را تجربه کنیم. آمده ایم تا در خلاقیت هایمان شادی و رضایت لازم را به دست بیاوریم و نه تنها مفهوم موفقیت و پیروزی بلکه شکست و اندوه را نیز دریابیم. لازم است از آزادی عمل خود به نحو شایسته و پسندیده بهره ببریم تا به زندگیمان ارزش و زیبایی بیشتری ببخشیم. نویسنده این کتاب پس از مراجعت از عالم ارواح با ادعاهای پرطمطراق برای پایه‌ریزی مذهب یا کلیسای جدید و یا انجام یک سری معجزات و شفادهی‌های خارق‌العاده خود را به ما نمی نمایاند، بلکه فقط با پیامی از عشق و محبت به میان ما باز می گردد. معنا و مفهوم تجربیات شبه مرگ معنایی است که ما همه به صحت و راستی آن اعتقاد باطنی داریم، لکن آن را کم کم از یاد برده ایم. این تجربه و پیامی که به همراه دارد به قرار زیر است. باید یکدیگر را دوست داشته باشیم. باید نسبت به هم مهربان باشیم. به همدیگر گذشت و اغماض داشته باشیم و خدمتگزار دیگران باشیم. این کتاب همچون دفتر خاطرات ساده و معمولی زنی است که داستانی زیبا و دلانگیز برای نقل کردن به ما دارد. داستانی که ما همه می توانیم آن را درک کنیم. من شخصاً هرگز تجربه شبه مرگ را برای کالبد فیزیکی خود تجربه نکردم. حتی از نوعی تجربه معنوی و روحانی با عالم غیب بهره مند نشدم و تا چند سال اخیر نسبت به بسیاری از مطالب توضیح ناپذیر بدبین و ناباور بودم. بدیهی است که برای کسی که به علم و دانش پایبند و متعهد است دشوارترین کار این است که بخواهد درک کند و بفهمد تجربه خروج از کالبد جسمانی چه حالتی دارد و یا آنکه چگونه مراحل مردن میتواند به عنوان تجربه دلپذیر از آب در بیاید. کتاب بتی آیدی مراحل این تجربه را با نوشته‌ای به راستی درخشان و تحسین برانگیز توضیح می‌دهد. علت موفقیت این کتاب استفاده این خانم از واژه‌ها و جملات ساده است.
او کاری می کند که ناشناخته ها برایمان قابل درک و فهمیدن بشوند. او در حالی که تازه وارد مرحله مردن می شد احساس کرد کالبدش لحظه به لحظه ضعیفتر شده است. سپس نوعی انرژی خارجی در وجودش حس نمود. به قول خود او نخستین احساسی که داشت این بود که احساس آزادی می کرد. او سپس با ارواحی که محافظ جان او بودند ملاقات می کند و اعمالی انجام می دهند به طوری که بتی از رابطه‌ای که او را به اعضای خانواده‌اش پیوند می‌داد مطلع شد و از اهمیت حیات و زندگی او سخن گفتند. آنها در مرحله مردن به او یاری رساندند. بتی وارد ظلمت شد و از تونلی سیاه عبور کرد. خود او می نویسد به نظرم رسید آنجا جایی مگر دره سایه مرگ نیست. هرگز در طول عمرم آنچنان احساس آرامشی نکرده بودم. تجربه او به سوالاتی پاسخ می دهد که مردم بیشماری در طول ثانیان دراز از من درباره تجربیات شبه مرگ پرسیدند. سوالاتی که من هرگز نتوانستم به آنها پاسخ بگویم. او از بسیاری مسائل سخن میگوید و توضیح میدهد که چرا زندگی اغلب دشوار و آکنده از مشکلات و سختی ها می شود و چرا اتفاقات بد همیشه برای انسانهای خوب و نیکوکار رخ می دهد. بتی از حضرت عیسی مسیح علیه السلام می پرسد چرا زودتر از اینها از چنین مطالبی اطلاع و آگاهی نداشتم؟ به او پاسخ داده شد که بیش از آن که شادی و سرور را تجربه کنی لازم است معنا و مفهوم اندوه و ماتم را دریابی. این جمله ساده و لطیف تمام دیدگاه و بینش مرا نسبت به زندگی تغییر داد. پس از مطالعه این کتاب احساس کردم بسیاری از عقایدم تغییر یافتند و معنای زندگی را بهتر درک می‌کنم. حتی زندگیم از بعد از این کتاب تحول پیدا کرد و دریافتم که لازم است خود را دوباره با حقایق ساده و کوچک زندگی مانوس سازم. حقایق و واقعیاتی که همیشه از وجودشان اطلاع داشتم لکن تاکنون نادیده گرفته بودم. حقیقت این است که ما انسان‌های مدرن امروزی دیگر از خاطر برده ایم چگونه بمیریم. طوری رفتار می‌کنیم که گویی دیگر بخشی از زندگی معمول ما نیست. به همان اندازه نیز از یاد برده ایم چگونه خوب زندگی کنیم. جوزف کمپل اسطوره‌شناس بزرگ این قرن اعلام کرده است که بسیاری از مشکلات مدرن ما از اعتیاد به مواد مخدر تا خشونت‌های مرگباری که در شهرهای پرجمعیت جهان اتفاق می‌افتند مستقیما از فقدان عمومی ما برای داشتن اعتقادات معنوی و روحانی پدید آمدند. ما انسان‌ها از یاد برده ایم که زندگانی ساده و معمولی ما از نظر روحانی بسیار حائز اهمیت است. در کتاب در آغوش نور راز بسیار سر به مهر و پر اهمیتی نهفته شده است. رازی است که شما همه از آن اطلاع و آگاهی دارید. این همان چیزی است که پیامبران بزرگ و رهبران روحانی بزرگ تاریخ سعی کردند در طول هزاره اخیر به ما بیاموزند. بتی آیدی از آن راز مطلع شد و آن را از تجربه شبه مرگ زیبایی که برایش رخ داد درک کرد. این راز آنچنان قدرتمند است که میتواند زندگی شما را نیز تغییر و تحول دهد. دکتر ملوین مورس، پزشک متخصص امراض مهلک و لاعلاج، 1992. اما فصل اول این کتاب رو به نام شب نخست شروع میکنیم. ظاهراً اوضاع آنطور که باید نبود. از هر زمان دیگری فرق داشت. شوهرم جو دقایق پیش بیمارستان را ترک گفته و از حالا احساس عجیب و ناراحت کننده مرا در بر میگرفت. قرار بود در تمام طول شب تنها بمانم. تنها در شبی بی سابقه. در شبی که قرار بود با ترسناکترین مبارزه زندگیم رو رویارو شوم و با آن به مقابله بپردازم. افکاری شوم درباره مرگ و نیستی به ذهنم هجوم آوردند. سالها میشد که چنین اندیشه‌هایی به مغزم راه نیافته بودند. پس چرا حالا تا این اندازه مصر بودند و مرا برای لحظه‌ای آسوده بر جا نمی‌گذاشتند؟
شب 18 نوامبر 1973 بود. من برای انجام یک عمل جراحی به بیمارستان آمده بودم. در واقع قرار بود رحم مرا با جراحی بیرون بیاورند. من به عنوان مادر 7 فرزند و در سن 31 سالگی و در حالی که در سلامت کامل به سر می بردم تصمیم گرفته بودم بر طبق توصیه پزشک معالجم عمل کنم و این جراحی را انجام دهم. من و شوهرم جو از چنین تصمیمی احساس راحتی می کردیم و به هیچ وجه از این بابت ناراحت نبودیم. البته من هنوز هم از این بابت احساس آرامش خیال می کردم. اما اکنون چیز دیگری ناراحتم می ساخت. چیزی ناملموس و توضیح ناپذیر. در طول زندگی زناشوییم من به ندرت شبی را دور از اعضای خانواده‌ام سپری کرده و به همین دلیل سعی داشتم به عزیزانم بیاندیشم و از نزدیکی و صمیمیتی که میان ما موجود بود با خوشحالی یاد کنم. هرچند ما 6 فرزند در خانه داشتیم، یکی از فرزندانم در دوران نوزادی از مرض و بیماری ناگهانی و مهلک نوزادان جان داده بود. لکن به ندرت عادت و یا علاقه داشتیم آنها را تنها بگذاریم. حتی در اوقاتی که ما می توانستیم با شوهرم به رستوران برویم و شبی را دور از بچه‌ها سپری کنیم، ترجیح می‌دادیم در خانه بمانیم و اجازه دهیم که فرزندانمان برنامه مهمانی ما را تعیین و طرحریزی کنند. آنها گاهی از اوقات شامی مخصوص فقط برای ما 2 نفر می‌پختند. شمع‌هایی در اتاق ناهارخوری روشن می‌کردند و در حالی که آتش بخاری روشن بود و حرارتی مطبوع به اطراف پخش می‌کرد، ما را به حال خود می‌گذاشتند تا از شام 2 نفره‌مان لذت ببریم. یاد دارم شبی فرزندانمان تصمیم گرفتند غذای چینی برایمان سرو کنند. آنها میز چایخوری را پر از غذا کردند و بالش‌های بزرگی آوردند تا ما به سبک چینی‌ها به آنها تکه بدهیم و روی زمین شام بخوریم. آنها از مشاهده ما به آن وضعیت خندیده بودند و سپس با بوسیدن ما به طبقه بالا رفته بودند. به نظر می رسید من و شوهرم جو هرگز هیچ مشکلی نداشتیم و بهشت زمینی خود را باز یافته بودیم. به این فکر افتادم که چقدر سعادتمند بودم و چه شوهر مهربان و پدر خوبی برای فرزندانم داشتم. شوهرم مردی با محبت و شریف بود و پیش از آن که به بیمارستان بیایم مرخصی گرفته بود تا در خانه در کنار بچه‌ها و همینطور هم من در بیمارستان بماند. او قصد داشت تا دوران نقاهت من 1 هفته دیگر نیز بماند و از ما مراقبت به عمل آورد. او و 2 دختر ارشدمان که یکی 15 و دیگری 14 ساله بودند از حالا در نظر داشتند بوقلمون مخصوص روز شوک‌گذاری را تهیه و آماده کنند و مراسمی خارق‌العاده برگزار کنند. روز شوک‌گذاری این روز برای قدرشناسی از الطاف و نعمت‌های الهی است و در تاریخ 27 نوامبر هر سال برگزار می شود. احساس نگرانی عجیبی بیش از پیش در وجودم جای گرفت. شاید این به دلیل تاریکی اتاق بیمارستان بود. تاریکی ترسناکی که از دوران کودکی نسبت به آن حساس بودم. شاید هم از تجربه ناشی می شد که سالها پیش در بیمارستانی دیگر دستخوش آن شده بودم. تجربه‌ای که هنوز هم با گذشت آن همه زمان مرا سراسر آکنده از شگفتی و حیرت می‌ساخت و صدها پرسش در ذهنم بیدار می‌کرد. هنگامی که 14 ساله بودم، والدینم تازه از هم جدا شده بودند. پدرم عادت داشت بگوید ازدواج کردن با زنی سرخپوست، آن هم در آن دوره و زمان، بدترین کاری بود که یک سفیدپوست می‌توانست انجام دهد. پدرم مردی مطلعی با اصلیت اسکاتلندی ایرلندی بود، حالانکه مادرم یک سرخپوست واقعی از قبیله سیوکس به شمار می‌رفت. من به عنوان 7مین بچه از 10 بچه والدینم به سختی موفق شدم پدر یا مادرم را پیش از جداییشان بشناسم و به خصوصیات اخلاقیشان آشنایی بیشتری پیدا کردم. مادرم دوباره به میان هم‌نوعان خود بازگشت و در اردوگاه مخصوص سرخپوستان به زندگی پرداخت. پدرم هم دوباره به شهر مراجعت نمود و با والدینش همخانه شد. در آن دوران 6 تن از ما بچه‌ها را در مدرسه شبانه روزی کاتولیکی جای دادم. در طول زمستان آن سال من مبتلا به سرماخوردگی شدیدی شدم، به طوری که پیوسته سرفه می‌کردم و همیشه بدنم می‌لرزید.
40 دختر کوچک در یک اتاق زندگی می‌کردند و من به خوبی بیاد دارم که شبی از بسترم بیرون آمدم و به رخت خواب خواهرم جویس خزیدم. ما در آغوش هم ماندیم و من گریستم. من به دلیل تب شدید و خواهرم به دلیل وضعیت من و ترسی که از بابت من احساس می‌کرد. هنگامی که یکی از خواهران روحانی در طول نگهبانی شبانه‌اش به نزدیک تخت خواهرم رسید، مرا در آغوش او یافت. مرا دوباره به تخت خودم بازگرداند، تختی که از شدت عرق بدنم سرد و خیس شده بود. خواهرم سعی کرد خواهر روحانی را درباره وخامت حالم متقاعد سازد، اما در این کار موفق نشد. سرانجام در شب سوم مرا به بیمارستان بردند. پزشک بیمارستان مرض مرا به عنوان خروسک و ذات‌الریه حاد تشخیص داد. از قرار معلوم هر دو ریه‌هایم عفونت کرده بودند. او به پرستاری دستور داد که با والدینم تماس بگیرد. خوب به خاطر دارم که او به پرستار گفت انتظار نداشت من تا سحرگاه روز بعد زنده بمانم. هنگامی که در تخت بیمارستان دراز کشیدم و از شدت تب می‌سوختم، پیوسته به خواب می‌رفتم و دوباره از آن حالت بیرون می‌پریدم. حتی یک بار تماس دست‌هایی را بر روی سرم حس کردم. چشمانم را گشودم و پرستاری را مشاهده نموده بودم که روی صورتم خم شده بود. او گیسوانم را نوازش داده و گفته بود طفلک هنوز خیلی خردسال است. من هرگز محبت و مهربانی موجود در جمله آن پرستار را از یاد نخواهم برد. من بیش از پیش زیر پتوها رفته و احساس مطبوع و دلپذیری کرده بودم. گفته‌های آن زن مهربان صلح و آرامش درونی به من داده بود. چشمانم را دوباره بسته و سرانجام با جمله پزشک از خواب بیدار شده بودم که میگفت خیلی دیر شد، دیگر کاری از دست ما ساخته نیست. او تمام کرد. احساس میکردم که ملافه و پتوی روی تخت را روی سرم کشیدم. پاک گیج شده بودم. آخر چرا خیلی دیر شده بود؟ سرم را چرخانده و نگاهی به اطراف اتاق انداخته بودم. به نظرم اتاق مثل دقایق قبلی میرسید. با این حال حضور ملافه و پتو را کاملا روی صورتم احساس میکردم. من پزشک و پرستار را در کنار تخت مشاهده نمودم. نگاهی مجدد به اطراف اتاق انداختم و متوجه شدم که فضای اتاق از نوری به مراتب روشن‌تر از قبل تابناک شده بود. تخت بیمارستان به نظرم عظیم می‌رسید. بیاد می‌آورم که با خود اندیشیدم درست مثل این می‌ماند که مگس کوچک قهوه‌ای رنگی روی این تخت بزرگ و سفید هستم. سپس دکتر معالج از کنارم دور شده و من متوجه حضور دیگری در کنارم شده بودم. ناگهان به خود آمدم و دیدم که دیگر روی تخت دراز نکشیدم، بلکه در آغوش شخصی حضور دارم. سرم را بلند کرده و با مردی باریشی بسیار زیبا و انبوه به رنگ سفید روبرو شده بودم که سرش را پایین آورده و به من نگاه میکرد. ریش او مرا کاملا مجذوب خود ساخته بود. به نظرم میرسید به نوعی عجیب برق میزند. برق که گویی از داخل خود ریش میآمد. خنده‌ای کرد و دستهایم را به ریش او مالیده و با انگشتانم آن را نوازش داده بودم. احساس آرامش کامل می‌کردم و در کنار او احساس راحتی و خوشنودی داشتم. او مرا با ملایمت هرچه تمام‌تر تکان می‌داد و گویی با بازوانش قصد داشت مانند گهواره‌ای عمل کند. هرچند به هیچ وجه نمی‌دانستم او کیست، لکن اصلاً مایل نبودم از او دور شوم. پرستار ناگهان فریاد کشید. دوباره نفس می‌کشد. پزشک شتابان به نزدیک من دوید، اما این بار اتاقی دیگر بود. ظاهراً مرا به اتاقی کوچکتر که بسیار تاریک بود منتقل کرده بودند. پیرمردی که ریش سفید داشت ناپدید شده و بدنم از عرق خیس شده و من به شدت وحشت کرده بودم. پزشک چراغ اتاق را روشن کرده و دوباره مرا به اتاق اول بازگرداندند. هنگامی که والدینم از راه رسیدند به آنها گفتند که تقریباً مرا از دست داده بودند. من این جملات را میشنیدم، اما چیزی از مفهوم آنها سر در نمی‌آوردم. چطور ممکن بود مرا از دست داده باشند حالان که در تمام طول آن مدت در همانجا حضور داشتم؟ اما از اینکه دوباره در کنار والدینم حضور داشتم احساس مطبوعی می‌کردم. آنها مرا واقعاً از صمیم قلب دوست می‌داشتند، درست مانند همان پیرمردی که ریش سفید داشت. از آنها پرسیدم آن مرد که بود و به کجا رفته بود، اما آنها به هیچ وجه چیزی از پرسش‌هایم نمی‌فهمیدند. به آنها گفتم که صدای پزشک را شنیده بودم که گفته بود دیگر خیلی دیر شده است و اینکه چگونه پیرمردی با ریش سفید و درخشان از راه رسید و مرا در آغوش خود نگه داشته بود. اما آنها هیچ پاسخی
برای پرسش‌های من نداشتند. در واقع هرگز نتوانستند توضیحی منطقی ارائه دهند. این تجربه دلپذیر و مطبوع تنها خاطره عزیز و عجیبی به شمار می‌رفت که من به عنوان ملاکی از عشق و محبت عمیق در سرتاسر دوران نوجوانیم همواره در ذهن خود نگاه داشتم. این خاطره با گذشت سالها هرگز تغییر شکل نیافته و هر بار که آن را به یاد می‌آورم احساس آرامش و سعادت توصیف ناپذیری در وجودم پدید می‌آید که شبیه همان احساسی است که در آغوش آن پیرمرد مهربان تجربه کرده بودم. با توجه به اینکه وقت به ما اجازه نمیده که من بیشتر از این کتاب رو بخونم برای شما، امیدوارم اگر از این داستان زندگی پس از مرگ، یه شبه مرگ دوست دارین که بیشتر بخونید، این کتاب رو تهیه کنید و تا انتها نکات جالب و داستان قشنگی هستش که میتونه شما رو سرزنده و طربناک کنه. امیدوارم که دوست داشته باشین و برای خودتون تهیه کنید و بخونیدش. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.